این شام در برنامه لذیذ هنرپیشه شایسته تاجیکستان گولیش سویتی میگن هوای ما تیار میکنیم. چند سال است در این انسامبل فعالیت داره؟ آماده کردنش رو چی؟ البته میتوانم. بله. آفرین. کی توان زنجیر کردن شهپری پروانه را. یک زمانی از صحنه و صنعت دور بودید. کجا بودید؟ هرگاه نگرم جمالی رویت. آنچه که از دل میبراید زود به دلها راه مییابد. از سال 2012 تا اینجانی. قسم به جانی سبزیتن. پیورش با مزه. گفتم نکنم علی جوانی چه شوم پیر. درود بیننده عزیز. البته هر یکی ما دوست می‌داریم هر شام سر یک دسترخوان پرناز و نعمت نشسته خوراکی را با شنیدن یک سرود دلنواز استعمال کنیم. اگر این دم و این لحظه شما برنامه لذیذ را تماشا دارید پس خطا نکردید، زیرا در برنامه لذیذ هنرمندانی دعوت می‌شوند که یک خوراکی با لذت با سرود و ترانه‌های دلنشین بهرتان آماده می‌کنند. خب این شام در برنامه لذیذ هنرپیشه شایسته تاجیکستان، کدبانوی خوشصدا و خوشسیما، دارنده چندین مکافات و جایزه های چی داخلی چی خارجی، دختری که پنج پنجه‌اش هنر است، فاطمه مشرب و دعوت شده است. مرحمت استقبال گیرید. من دختری کوسارم، گل دستم و گل کارم، گل پرور و گل پیکر، پنج پنجه هنر دارم. و هنرش رو این شام ما و شما در برنامه لذیذ خواهیم دید. فاطمه بانو با برنامه ما خوش آمدید. تشکر میگویم که مرا به برنامه لذیذ دعوت نمودید. سلامت باشید. خب چنانچه با پنج پنجه هنر برنامه رو آغاز کردید بگویید که چی خوراک بهری من و بینندگان ما امروز آماده میکنید؟ ما امروز یکی از خوراک های گولیش سویتی میگن هوای ما تیار میکنیم. چیزی خوراکی زود هضم شونده، اگر بگوییم پرهیزی خطا نخواهیم کرد. بهترین. خب برای آماده کردن گولیش سویتی چی محصولات برای ما لازم میآید؟ در همین جا چیزی که هست همه اینا رو ما در خوراک استفاده میکنیم. بله. یعنی کارتوشکا، پیاز، سبزی و سبزوات، گوشت، پمیدار، بادرینگ و دیگران. شیر و روغن مسکه برای چی لازم میآید؟ این وقتی که پیوره کارتوشکاگی میکنیم در آنجا این را استفاده میبریم. بهترین. خب فاطمه بانو عجایب است وقتی که بینندگان عزیز نام خود را با زبان میاری فاطمه. خب فاطمه بانو از چی شروع میکنیم؟ ما اول از گوشت شروع میکنیم. خب باشد. بعدا خیلی بعد باز میرویم. با نوبت بله. خب باز میگیریم اینو چور میتوانم با شما کمک کنم؟ البته. بیایید. خب بیایید کمی در باره فعالیت کوریتون در انسامبل فلک حرف میزنید. چند سال است در این انسامبل فعالیت داره؟ من در انسامبل فلک از سال 2012 تا اینجانی کار و فعالیت میکنم. بهترین. تکلیف چگونه بود برای شامل شدن به این انسامبل؟ وقتی که من در کنسرواتوری ملی تحصیل میکردم در آنجا استادم شادروان دولتمند خالف بودن و من درس میآموزاندم. بعدا در بخش سیوم میشوم که در آنجا استاد به من میگوید که من میخواهم که تو رو به انسامبل دولتی فلک دعوت کنم. بله. من گفتم استاد من حالا جوان هستم، حالا من تیار نیستم. گفت که هم در درس تو تیار میشی هم در جای کار. بعد به همین خیل راضی شدم. لیکن من هیچ وقت میگویم که وای نشدم، پشیمون نشدم. پشیمونی نخوردم؟ نه نشدم. برعکس این برای من همچون هم درس بود هم نازکی های فلک من در اونجا از دیگران. بله. شاید در اول
ترسیدید که در اونجا هنرمندانی کسبی زیادن خطا کنید، ولی ببینید که یک درس خوبی شد برای پیشرفت کار شما. بله. ببینید به همین طرز باید ریزه کنم. بله بله. خب بهترین. هم خیلی دیگر ما فعال شدیم. در کدام ژانر بیشتر سرود میخونی؟ من هیچ وقت گپی دروغ رو نمیزنم و گفتنی هستم که من از خوردم به حد سرودهای خارجی رو گوش میکردم. خارجی و وقتی که و کنسرواتوری که داخل شدم بعدا من فلک سرای و لیکن به حد دوست میدارم. فلک، شش مقام، استرادی، اینا همه ژانرهایی هستند که از سرودن با در ژانر استرادا و فلکی رو ما شنیدگی هستیم، اما چنانچه گفتید با زبان خارجی شاید برخی از بینندگان ما شنیده باشند، ولی من نشنیدم. باشه. میتوانید این دم این لحظه بهر من و بینندگان ما که هنوز هم سرودهای خارجی شما را نشنویدن یک سرودی خارجی سرویده باشه؟ البته. مرحبا. No, I can't forget this evening. Your face you were leaving, but I can't there just the way the storm goes. You always smile, but your eyes, your sort of shows. Yes, it shows. صداتون خسته نباشد. صدای شما ما رو به یک دنیای دیگر برد و فکر میکنم نفرانی که کدبانوهایی که الان خوراک شام تماشا آماده دارند و برنامه ما رو تماشا دارند و یا هم خوابشون برد. بهترین. صدایتون خسته نباشد. از سنی چند سالگی سرود میخونید؟ بازم با کنسرواتوری که من تحصیل کردم در آنجا بعد از آن. بله. امین مهر صنعتکار شدن از سن چند سالگی در دل شما جوش زد؟ خطا نکنم در عین 3 سالگی هم. 2-3 سالگی من شما در اویله صنعتکار هست؟ بله، ما در اویله صنعتکاران به دنیا آمدگیم. بابایم شادروان استا و مستا بودن. اون کس استا قدم مشرب و بابای خودم است و پدرم تنظیمگری آواز است. امکم آنها هم در ارنجروفکا میگویند تنظیمگری ثبت آواز. بله. به همین خاطر من که در اویله صنعتکارم فکر میکنم که برای همین که در وجودم در خونم، چون در همین محیط به وایه رسیدید، در خون شما همین صنعتی هنرمندی بود. بله. و از این خاطر همین کسب رو انتخاب کردید. بله. فرض کردیم اگر فاطمه سراینده نه، باز کی میشد؟ طبیب میشد. طبیب؟ بله. یعنی که این کسب رو هم دوست میداره؟ به حد. باز کدام هنرها رو؟ چون گفتید 50 هنر دارم. چند هنری دیگر داره؟ شاید هنرهای داشته باشید که ما ندونیم. بسیار هنر رو دوست میدارم. خب خیلی پخت و پز است. خیلی و چه هنری که هست شکر میکنم که از همش از اوده همه کار میبرم. بله. بهترین. فاطمه جان میگم با خاطری که خود نیست فاطمه هستم. خب عادتا هر یک زن میخواهد که از جای برخیزد و رود بهر خانواده و پیوندانش یک چیزی که خوبی آماده کند. خب فرض کردیم همین حالت اگر به شما روح بدهد چی آماده میکنید بهر خانواده خود؟ البته وقتی که ما اگر که کمی کارمو چی میگن وقتی که بیکار بودنیم ما البته ما در میزی کورسی یا که در خانه و همه میشنیم جمع بس سرجم. بله. میشنیم خوراک هایی که من دوست میدارم هوایی رو من وای میکنم آماده میکنم. عادتا هنرمندان وقتهای خولگی کم دارن، ولی اگر پیدا شد شما حتما که
با دستان خود چیزی میپزید؟ بله. با طرف خونه نمیبریدو؟ نه 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 نه. بهترین. یک سوالی که شاید اکثر بینندگان نیست فهمیدن خواهند. یک مدت یک زمانی از صحنه و صنعت دور بودید. کجا بودید؟ اگر داشته بودم. مبارک شود. سلامت باشید. فرزند دارید؟ پسرچه. اوه چقدر زیبا. چی نام داره؟ محسن. محسن جان. بهترین نام. چند ساله هستن محسن؟ محسن جان 3 ساله می شود. 3 ساله. نه هر مرد میخواهد که همسرش در صحنه برآمد کند. شوهر شما چی میگوید در این باره؟ شوهر من زید نیست. زید نیست. بله. یعنی که میدونند که کی رو به زنی گرفتن. بله. از اول میدونستم. مرد پیش از اونی که زن رو به زنی انتخاب میکنه باید که کسب و کار اون رو نیست قبول کرده تواند. میدونن که ما به صنعت نمیتوانیم. بهترین. خوب ریزه کردیم شدیم. حاضر ما میگیریم روغن در. مرحمت روغن. تشکر. بینندگان عزیز با دقت تماشا کنید ببینید چقدر روغن لازم میآید. بس است. همین مقدار بس است. خب باشد. کمی تف شود گرم شود. انا حاضر ما گوشت رو میاندازیم. مرحمت. اگر نمک لازم آید مرحمت نمک مرچ سیاه. کمی تف. تیار کردن این خوراک رو از کجا مخته؟ این رو من از خورده شاید دوست می‌دارید چون در آشخانه های مکتب همین گونه خوراک رو میفروختن. من هم دائم از همین گونه خوراک ها خریداری کرده استعمال میکردم. خیلی ناظر تف میخورد کمی. خب نمک رو کمک میاندازیم و مرچ. آماده کردن و استعمال کدام نمود خوراک ها رو دوست می‌دارید؟ پرهیزی و یا که خوراک های با مزه و ضرر راستی همه خوراک های ملی رو من دوست می‌دارم. آشی بریده میگوین. آش و چی هست با شکر و خلوط و منتو. آماده استعمالش رو دوست می‌دارید؟ آماده کردنش رو چی؟ البته میتوانم. بله. آفرین. من به حد دوست می‌دارم پخت رو. اگر که در خانه باشم. که هنرمندان به هنرند. یعنی که کدبانو نیستند. ببینید از همین لحاظ ما نیز در برنامه بسیار هنرمندان زن رو دعوت میکنیم به خاطر که تماشابین ما از هنر دیگری آنها واقف باشند. بله. خب باز چی لازم میآید؟ آسیر با ما تا اون دمی که گوش میپزد بیاید کارتوشکا رو مرحمت. شما اول ریزه کنید من بینم با کدام طرز. ما میتوانیم که خیلی چورکنجا یعنی تستر بپزد. بله. با خاطر زود پختنش با همین طرز ریزه میکنیم بینندگان عزیز. هنری پزندگی دارید؟ هنری دوزندگی چی؟ از اودش میبرایم. میتوانید؟ بله. آفرین. مادر، همسر، کلین خاندان، دختر باز در هنرمندی صحنه برای مردم خدمت کردن براتون دشواری نمی آورد؟ فکر میکنم نه. به دشواری نمی شود. به دشواری نمی شود لیکن همه چی با جای خودش. کوشش میکنید که؟ بله. بهترین. در آبی که کارتوشکا رو میپزیم نمک ایلوه کردید تا که کارتوشکا با خود جبیده گیرد خوشمزه شود. آفرین. مرحمت. در اویله خودتون چند فرزند هستید؟ ما 2
دو دختر و یک پسر. یک پسر. بله. فرزند کلانی؟ برادرم. من از همه خوردی. که اینجای خانه؟ که اینجای خانه. نازدانه خانه. بله. بهترین. باز چی؟ پیاز آزیم است. مرحمت. پیاز رو با کدام طرز ریزه میکنیم؟ پیاز این خیلی میتوانیم هم خیلی ریزه کنیم. باشد. بیاید من هم با شما کمک میکنم. از سامانه های اجتماعی از صحیفه شخصی شما میبینم که به سفرهای هنری زود سفر میکنید. بله. تو امروز چند دولت رو سفر کرده اید؟ به چند دولت؟ به بسیار دولت ها من سفر کردم. از قبیله؟ به خیتای. خب. به کویت. خب. اگر همین سو سفری من. همین سو شویتساریا. با روسیه. خوراک و طعام‌های ملی آنجا چگونه است؟ راستی در بعضی دولت‌ها هستن خوراکایی که به ما اونقدر خوش نمیاد. چون که عادت نکردیم. روزهای نزدیک چی نقشه دارید؟ کجا سفر دارید؟ روزهای نزدیک ما به دولت کره سفر داریم. در آنجا فستیوال می شود. فستیوالی چی؟ فستیوال جهانی. جهانی؟ اوزمون است؟ فستیوال اوزمون؟ در آنجا دولت تاجیکستان رو شما معرفی میکنید؟ بله. منو شاهین عبداللهیف. بهترین. با کدام سرود در آنجا برآمد کردن؟ در آنجا البته با سرودهای فلکی، با سرودهای ملی خودمون. صرف ملی خودمون. بله. کدام سرود رو خوندنی؟ ما یک سرود رو نو آماده کردیم. یک جو نام دارد نالای دل. بله. ای مسلمانان چی سازم من دلی دیوانه را، کی توان زنجیر کردن شهپری پروانه را. عشق اگر داری به کس اظهاری معنی مکن، عشق اگر داری به کس اظهاری معنی مکن. هر کس و ناکس چی داند لحظتی افسانه را، هر کس و ناکس چی داند لحظتی افسانه را. یارمه واقعا هم نه هر کس نان و نمک میداند و لذت و افسانه رو میشناسد. خب بهترین. بله. با کدام شاعران همکاری دارید؟ من با بسیار شاعران، لیکن بسیارتر از کلاسیکان. شعرهای کلاسیکی؟ کلاسیکی از جامی. خب از شاعران کلاسیکی جامی و رومی و دیگران. بهترین. بله. انتخاب شیرازی همه همین شاعرای کلاسیکان که هست، بیشتر سرودای من در آنجا. خود شما انتخاب میکنید؟ بله. متن و آهنگ رو؟ البته من خودم انتخاب میکنم. وقتی که متن باشد، وقتی که اگر که به من پسند نآید همون شعر میشود که به ما پیشنهاد میکنم، من محض از آنجا میبینم که از کلاسیکون استفاده میبرم. از شعرهای شاعران کلاسیک؟ بله. بهترین. فکر میکنم که شاعران معاصر با کیها همکاری دارید؟ معاصر با شاعره رحیم جان و نورالله عارف، ارزو و خسروی حبیبزاد. عادتا وقتی که شما از شاعران شعر درخواست میکنید، خود شما موضوع شعر را پیشنهاد میکنید و یا دلخواه شعر شاعر را گرفته با آن آهنگ بسته و سرود میسازید؟ میدونید هم این خیر میشد هم آن خیر. یعنی چی؟ یعنی که ما میبینیم اگر که سخن شعر به ما پسند نآمد، ما میتوانیم از دیگر جا دسترس کنیم. وقتی که اولا ما میبینیم که از شعر
шеър ки ба мо писанд омад, ба он мо метавонем оҳангро бастан мебандем. Агар ки мисол баръакс шавад, ҳамхелан мо вай мекунем. Ауербах Бертолд мегӯяд ки барои ҳолати равонӣ, рӯҳиву равонии як инсонро фаҳмидан, равоншинос будан лозим нест. Танҳо фаҳмидан дар кор ки ҳамон одам кадом сурудро месарояд ва ё кадом сурудро зиёд гӯш мекунад. Баъзан мо низ ҳолати равонии ҳунармандро аз суруди сароидашудаи ҳунарманд мефаҳмем. Агар суруди ғамангез бихонад, медонем ки дар ҳаёти ҳунарманд чӣ ҳолати нохуши рух додааст. Ҳамин гуна оё ҳаст? Мешавад. Гоҳ-гоҳе мешавад. Рост мегӯяд. Хелам шудагӣ. Боз чӣ лозим? Сабзии реза шударо. Бубинед, бори аввал дар гульяш сабзиро ин гуна реза кардаашро мебинам. Ба чӣ хотир ин гуна? Зудтар дар он ҷо мепазад. Ба ҳамин хотир бошад. Биёед. пухтани хӯроку таомҳоро аз кӣ омӯхтед? Аз модарам. Модари кадбону доред? Бале. Ва аз янгам. Беҳтарин. ғайри хӯроку таом, хӯри ширинӣ ҳам омода карда метавонед? Метавонам, на он қадар. Намедонам, бештар ман ба хӯрокпазӣ майл дорам. Муҳаббат дорам. Вақте ки ба пухту пазам каму беш метавонам. Чӣ қадар ки ман хӯрокро бо завқ омода мекунед? Шириниро он қадар не? Не. Шириниро дар бисёр мавридҳо кадбонуҳо ва чун заҳмату вақти зиёд талаб мекунад, намепазанду рафта аз мағозаҳои қаннодӣ харидорӣ мекунанд. Мегузорем. Камтарак майда аст. Сковородка. Тобамон майдатар аст. Тобамон майда аст. Хоб ҳеҷ гапи не. Ҳозир камтар мезирбонем, ҳамаи сабзавоту гӯшту чизо об шуда ҷой мешаванд. Хоб. Кадом сурудҳоро? Чӣ? Помидор. Барои дохили дил? Биёед ман ҳам кӯмак. Ба кадом тарз реза мекунед? Инам майда. Зуд ба деҳа мехонед? Бале. Ана ҳамун пешниҳоди ба деҳа сароидан аз ҷониби кӣ мешавад? Яъне худи шумо дӯст медоред ба деҳа хониро ва ё ба шумо пешниҳод мекунанд? На, ман беҳад дӯст медорам. Вақте ки боз ба ту меомӯзонанд ва медонед як сайқа, як муҳаббат, як нозукиёе ки ба ту дарс меомӯзанд, бовар кунед, ин дар дилат ҷо мегирад ва як муҳаббати хоса. Беҳтарин. Идеали шумо дар ҷодаи санъат кист? ғайри боботон, ғайри падартон, ғайри амактон, боз ки? Хай, ман намедонам. Вақте ки идеали ман боша, аслан ин падарам. Идеали ман. Падари шумо? Бале. Беҳтарин. аз ҳунармандони хориҷӣ бо киҳо ҳамкорӣ доред? аз хориҷӣ бо ягон ҳунарманди хориҷӣ суруд сароидагӣ ҳастед? На, ҳоло барое ки ман кам месароям бо забони хориҷӣ, бештар бо мусиқӣ. Сурудҳои фалакӣ месароед? ҳоло ҷавон ҳастед, дар оянда шояд? Албатта. Беҳтарин. то ин рӯз чанд суруд сароидаед, медонед? фикр мекунам ки ҳисобаш гум шудааст? ҳисобаш гум шудааст. бисёр. одатан ҳунармандон бо мурури замон соласол худ низ эҷодкор мешаванд. оҳанг эҷод мекунанд ва ё ки мисраҳои шеърӣ менависанд. шумо чӣ? будам баъзан вақтое ки мисол дар айни баҳор беҳад суруд оҳангое ки мешитам дар изи курсӣ. ман фортепиано дорам, хурдакак аст.
و وقتی که الهام سرودخوانی و الهام آهنگسازی میاد به من، باور کنید وقتی که من وقتی که میخواهم که یگان سرود یگان خود به خود میبراید، خود به خود از اون قدیل میبراید. بله، میشینم همی یک شعر رو میمونم و هم خیلی دستم خودش میرود، نمیدونم، لیکن همون سرود به حد سرودی خوب میبراید. یک سرود رو من وای کردم از آهنگ خودم. کدام سرود داد؟ چون فصل بهاری دوری عشق است، یارم به لبش ترا ندارد، هرگه نگرم جمالی رویش، یک آرزی تاجیکا ندارد. بهترین سرود است. آهنگی بسیار دلنشین، آنچه که از دل میبراید زود به دلها راه مییابد. سلامت باشید. و فکر میکنم که همین هنرمند وقتی عاشق است سرودش مزه و لذت دیگر دارد و محبت میبراید. واقعا هم وقتی که خوراک رو نیز در خونه کسی مجبور نمیکند، خودت خسته است پیش خود با هوس خوراک آماده میکنی، مزه و لذتش دیگر است و سراییدن سرود نیز فکر میکنم همین گونه است. وقتی که با هوس با مهر و محبت وقتی عاشق هستی عاشقانه میسرایی، اون دیگر با گوش شنونده با دل شنونده دیگر گونه جا مییابد. البته شما نیز همین گونه فکر دارید؟ البته عاشق هستید؟ بله، چرا نه. بهترین. و فکر میکنم که انسان باید همیشه عاشق باشد، عاشق به پدر و مادر، عاشق به وطن، عاشق به هر یک اشیا و محیطی که او رو احاطه میکند. واقعا هم عشق زندگیت رو دیگر میکند، زیبا میکند. و شما نیز بگویید چون شما جوانتر هستید. البته وقتی از عشق سخن میگویم فاطمه در دیگر دنیا به دیگر دنیا میرود، چون سفرهای هنری زیاد دارد و به عالم عشق نیز سفر میکند. البته بهترین. خب بینندگان عزیز، اینجا در دوام صحبت من تابه‌مان را چنانچه در رفتی برنامه شما دیدید میدگی کرد، با دیگ عوض کردیم و چون محصولات های خوراکی ما زیاد بودن همه آنها در تابه نگنجید، آن را در دیگ به دیگ کوچاندیم. خب شما نیز همین گونه در خانه است و شما نیز شاید کرده باشید. این حالت ها می شود. بله، این حالت ها می شود که کمتر چی گویم محصولات ها زیاد که شد نمیگنجد، میگیری زود بعد دیگر تو و این گونه حالت ها چی؟ گوشت رو هنگام کفتن میگیری؟ میچشی. هنگام زیربانیدن محصولات ها آرد اضافه میکنیم. بله. یک قاشق در این قدر مقدار. در تابه دیگری ما کارتوشکا پاس شده ایستاده است. در برابر سراییدن سرودهای بده و عشق و عاشقی و جدایی و دیگر سرودهای وطنی زیاد می سراید. خب می توانید این لحظه بهر بینندگان تلویزیونی سفینه یک سرود در وصف وطنی عزیزمون سراییده باشید. البته. مرحمت. وطن تو مادری منی، به دامنت صفا کنم، توان و جان و هستیم برای تو فدا کنم. اگر کنم من آرزو هوای خورمی توست، بر عهدی بر تو دادم همیشگی فدا کنم. قسم به نام پاک حق، قسم به جان سبز تن، به خاطر بقای تو زند نوای نبض من. محبتی تو در دلم، بر قلب توست منزلم. محبتی تو در دلم، بر قلب توست منزلم. برای من تو مادری، با بودنی تو کاملم. برای من تو مادری،
با بودنی تو کاملم وطن 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 وطن. احسن و آفرین، بهترین. شعری کیست؟ این شعری ایرج میرزا، آهنگی ذکرالله حکیموف. واه واه، معلوم است علاقه. بله. آهنگ‌های ذکرالله حکیموف معلوم است. ما یک چیز رو فراموش کرده. سیرپیوز رو. سیرپیوز در دیگ میرود؟ بله. بیایید، هنوز هم وقت است. اضافه میکنیم. همه‌اش رو؟ چند دندانش رو؟ یک 4-5 دندانش بس. خب بیایید من به شما کمک میکنم. چون من زیاد در خونه نظر به شما خوراک آماده میکنم هر روز باز در استودیوی تلویزیونی سفینه، به همین خاطر کمکتان میکنم. خودم رو تعریف کردم ولی یک سیرپیوز رو میده کردم نتونسته استودم. چرا برنامه کنسرتی خود رو برپا نمیکنید؟ راستی هر سال میگویم که برپا کنم، باز هم کارها زیاد میشوند و فکر میکنم که اگر که شود همین سال یا سالی آیند. یعنی که در نیت هست؟ در نیت البته هست. چند آلبوم برآورده؟ من از سال 2012 یعنی یک 3-4 آلبوم من برآوردگی. یعنی که علاقه بعد این بازم زیادتر. بازم زیادتر. بله. یعنی که آزادانه میتوانید یک برنامه کنسرتی خود رو؟ البته با آواز زنده. با آواز زنده بهترین می شود. ما انتظار؟ البته. چون با سفرهای هنری سفر میکنید، وقتی با زبان تاجیکی با لحن زیبای تاجیکی سرود میسراید، اصلا میگویند صنعت سرحد ندارد. بله. خب باز هم میخواستم بفهمم که چگونه قبول میکنن؟ البته یکم میبینن که از لباس ها، از متاهای زیبای خودمان، از چکن، از اطلس و ادرس و بعدا میبینن با سرودهای ملی خودمان رو به حد و میدانید و اینقدر حیران میشوند. اینقدر چی لباسی زیبا، چی سرودهای زیبا، موسیقی های فورم است، صداهای زیبا، بانوانی زیبا. البته که خوشحال میشوند. عرف و عادت وطن عزیز خودمان رو در آنجا نشان میدهیم، معرفی میکنیم. بله. بهترین. چون از سر و لباس سخن گفتید، میدونم که شما در اکثریت چهاربینی ها لباس های صرف تاجیکانه به بر میکنید. بله. انتخاب لباس از جانب کی می شود؟ انتخاب لباس با بسیار دیزاینرهای خودمان همکاری دارم. به همهشون، به امید نگمتوف، ملوحت مرادووا و خورشید ستاروف، امید کوچکالیف. یعنی که لباس هایی که در صحنه و توی معرکه ها به بر میکنید از جانب آن هاست؟ بله. خود شما دیزاین و طرح آن رو درخواست میکنید و یا اینکه پیشنهاد میشد و من اسکیز رو میکشند که در آنجا هم نقاشی است. شما از بینشان انتخاب؟ بله. بهترین. پیوره کارتوشکا آماده میکنیم. کارتوشکا در آب پخته شد. مرحمت. چنانچه گفتید روغن مسکه و شیربران اضافه میکنید. بیایید من با شما کمک میکنم. این را ما کمی آبش رو میگیریم. باشد. آبی که در آن کارتوشکا پخته شد، آب رو خالی کردیم. بر کارتوشکای آبپز ما اضافه میکنیم شیر خام، مرحمت و روغن مسکه. مرحمت. با دقت تماشا کنید بینندگان عزیز. خب کفایه است. مرحمت. این هم شاید به خاطر خوش‌طعم و با لذت کردنی خوراک باشد.
ما اون رو میگیریم میده میکنیم. فاطمه بانو چون سفرهای هنری زیاد داشتید در کدام مکانهای زیبا و تاریخی دنیا بودید؟ در بسیار، لیکن فکر میکنم که چنین وطن عزیز خودمون قدر خوشرونه. یگان مکان زیبا نیست. طعام ما تیار شد. تیار شد. بینندگان عزیز، خوراک ما هم بیایید میکشه. خوراک رو میبرداریم میچشیم. بله بله. و با هنر فاطمه بانو بها میگذاریم. مرحمت. هنری کدبانوگیش، چون از هنری صنعتکاریش همگان واقف هستیم. خوب مرحمت میچشیم. شما چشه دوا باشد. پیورش با مزه. باز اینش میچشیم. با لذت است. با لذت. مرحمت. خودتون چگونه مثل همونایی که در خانه بله. همه وقت آماده میکنه همگونه است؟ بهترین. در حقیقت بینندگان عزیز ببینید طعم و مزهش از دهانم نمی رود. خیلی خوراکی با مزه، خوراکی گلیش سوویتی امروز فاطمه بانو بهر من و شما آماده کردن. آفرین، خیلی دستانی با لذت دارید. خب فاطمه بانو با شما تشکر که واقعا هم وقتی پرقیمتی خیش رو دریغ نداشتید. امروز مهمانی برنامه ما گشتید. خب در انجام برنامه از نام سرپرست برنامه شرکت بیتا چای با شما تمام نوع‌های چای هدیه کرده می شود. مرحمت. عادتاً از مهمانان برنامه ما خواهش میکنیم که در انجام برنامه تمنیات خیش رو گفته باشند، ولی امروز قالب شکنی میکنیم. از شما خواهش داریم که با صدای زیبای خود در انجام برنامه یک سرود دلنشین بهر من و بینندگان تلویزیونی سفینه سراییده باشید. البته. مرحمت. تا دامنیان تازه گل از دست بروز شد، چون غنچه دلم تبت آغشته بخوش شد. گفتم نکنم میل جوانی چو شوم پیر، گفتم نکنم میل جوانی چو شوم پیره. فریاد که چو پیر شدم هیرس فزون شد، فریاد که چو پیر شدم هیرس فزون شد. آفرین. خب بینندگان عزیز، شبکه ما رو ترک نسازید، زیرا در پیش شما رو برنامه های جالب و دیدنی انتظار است. خیر.